بازسازی قسمت دوم. این اطلاعاتی که من دارم به شما میدم هیچکی به شما نمیده. توی این قسمت میخوایم در مورد دیوارپوش‌ها با هم صحبت کنیم. دیوارپوش‌ها تنوع خیلی زیادی دارن و این تنوع به ما کمک میکنه توی طراحی و سلیقه شما به یه نظم خاصی برسید. این دیوارپوش‌ها میتونن رنگ باشن، کاغذ دیواری و سنگ آجر. دیوارپوش‌ها میتونن از پنل‌های سه‌بعدی، کاشی و سرامیک و ترکیب شیشه و آینه تشکیل بشن و یا حتی پنل‌های بتونی و بتون اکسپوز که پشت من مشاهده میکنید. حتی میتونید از میکروسمنت، MDF و کناپ توی دیوارپوش‌ها استفاده کنید. تیم ما یه چارت رو آماده کرده که توی این چارت برند، قیمت و اجرت اجرا لحاظ شده. برای دریافت این چارت دیوارپوش رو کامنت کنید.